خب تو این قسمت می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم در رابطه با کابینه آخوند رئیسی جلاد و اینکه اصلاً چینش آدم‌های این کابینه به چه صورتی هستش و با چه معیاری اینها انتخاب شدن و اینکه آیا اصلاً کاری میتونن تو همین کادر خود رژیم هم پیش ببرن یا نه. بابک به نظر تو معیار انتخاب اینها چی بوده و کاری میتونن پیش ببرن؟ منظورت از کابینه همین اراذلو باشه که رئیسی معرفی کرده؟ بله دیگه. دو تا پوان به اینا دادی، گفتی آدم و چینش. نه آدمن نه چینش شدن. بله. چینش یعنی مثلا یک نخبه هایی هستن که میری انتخاب کن. چینشش اینطوریه که اول فک و فامیل درجه یک خودشه، بعد رفقای درجه یک خودشه، بعد اونایی که بهشون قول داده که اگه رئیس جمهور شدن به شما منصب میدن، بعد اون کاندیداهای پوششی که گفتن میریم کنار به شرط اینکه به ما منصب بدی، بعد میرن شهردار میشن. بعد میرن یعنی باید شهردار بشن، اگه شهردار نشن که میزو به هم میزنن. این میشه چینش. بله. فکرم نکنیم من مثلا چون معاندم این حرفو میزنم. خود مطبوعات رژیم راجع به همین آدم‌هایی که اسمش شما گذاشتی کابینه مطلبی داره. با اجازهتون من بخونم. خواهش می‌کنم. این مطلب مال روزنامه باند خامنه‌ایه. میگه شرایط پیشنهادی برای وزارت. متاسفانه سختگیری‌های زیادی برای وزیران پیشنهادی دولت میشه. ببینید سختگیری چیه؟ فهرست اموال، مدارک تحصیلی، سوابق شغل و برنامه‌های مدیریتی. این قانون باید تغییر کنه. میگه وزرای ما سطحشون این نیست. اینه. وزیر آموزش پرورش سواد در حد خواندن نوشتن. سابقه حضور در مدارس به عنوان والدین دانش آموز. میگه اگه زن باشه باید مادر باشه، مرد باشه باید پدر باشه. یعنی خودش تصریح کرده. وزیر ارتباط و فناوری فقط کار با گوشی بلد باشه. وزیر امور خارجه لب خندان دست به توییت. پیچ و خم روابط بین‌المللی هم یاد میگیره چون 4-5 سال هست دیگه. وزیر امور اقتصادی بلد باشه توجیه کنه چطوری گرونی میشه تورم رفته بالا. نمیخواد تورم حل کنه، فقط بگه چطوری رفته بالا. وزیر بهداشت هم طب سنتی، همین چیزای روغن بنفش. وزیر راه و شهرسازی و نفت هم یه نفر میتونه باشه که اگه رأی نورد، چون این دو تا تو رژیم یکی شده، وزارت راه و شهرسازی و نفت. وزیراش یکی، خودشون یک چی میگن تو ناخودآگاه خودشون وزیر یه وزارت خونه میدونه. بله. وزیر علوم هم در حد این بدونه که دانشگاه بعد از دبیرستان کافیه. وزیر فرهنگ و ارشاد هم بدونه که موسیقی با فیلم فرق داره. وزیر نیرو هم بلد باشه جدول قطعی برق بده. این تعریف خودشون از وزراست. ببین من کم گفتم دیگه، این خیلی بیشتر از من گفت. فله واقعا فله‌ایه تا بله. به چینش. بله. ببینید تازه دیگه ارفاق کرده بهشون دیگه. حالا بیایم دو تا از این موجودات این کابینه رو آنالیز کنیم. اینا 19 تا، الان 18 تا، یکیشون ناکام شد. ولی میگن اصل برابر نسخه، کپی برابر اصله. از این دوتا دیگه تو بالا یه سری بالا پایین دارن ولی در همین رنجن. یکیشون هست به نظر اینا که انتخاب کردی یه ذره قابل تحمل‌تر باشن. اینا تازه سابقه کار دارن، مدیر بودن تو رژیم. دیگه یه سریشون که اصلا خیلی پیاده بودن، اصلا نمیدونن تو خود همین رژیم هم میگن اینا نمیتونن یه مدرسه رو اداره کنن. بله. یکیشون از امیر عبداللهیان، خیلی هم متوهمه که دیپلماته. در دنیای توهم خودش هم فکر می‌کنه که اصلا وزارت خارجه ملک طلق اینه. بله. بگذاریم که نرسیده چند تا آبرو. بله. حالا این اصلا نمیخواد بریم سابقه‌شو بگیم، چون سابقه اینو من دارم. اگه لازم باشه میتونم یک جلسه راجع به سابقه‌های مفتضح این صحبت کنم. همین کنفرانسی که رفت تو بغداد اونقدر دست گل به آب داد که میگن حواشی کنفرانس بغداد، خود کنفرانس بغداد یک مورد، حواشی امیر عبداللهیان 2 برابر اون تاثیر اون کنفرانس. بله. اولش که این آقای دیپلمات شعور نداره که بابا در فرهنگ دیپلماسی عکس گرفتن قوانین داره، سران با سران، وزرای خارجه با وزرای خارجه. بله. این دیپلمات تروریست بله میپره وسط زرنگی میکنه، میره جلو، صف جلو وای میسه. تا اینجا باز قابل قبوله، میگن خب آداب و شعور نداره مثل بقیه رژیم. وقتی که بهش میگن، حتی خود رژیمی ها میگن تو چرا این کارو کردی، توضیحی که میده معلوم میشه دیگه خیلی از شعور پیاده است. میگه رفتم جایگاه واقعی وایسادم. خب ابله، مگه عکس خانوادگیه؟ مثلا رفت مثلا دید عکس خانوادگی میگیرن تو 13 بدن، میگه من بیشتر تو لنز باشم. گفتم من برم بیشتر تو لنز باشم. مثلا علاقه داره به موقعیت جمهوری اسلامی اینا اینطوری که هر چی تمام قدتر باشن خیلی توی عرصه بین‌المللی حرفشون برو داره. من پیشنهاد می‌کنم دفعه دیگه دراز بکشه جلوی سران، چون بیشتر تو لنز قرار می‌گیره. اصلا بیا جلو وایسه. تو که بیشتر مطرح بشه. تو که از شعور و عقل
خیالت راحته، کسی هم ایراد نمیگیره که تکلیفی به تو واجبه، بیا دراز بکش، اصلا بیا جلوی سرام وایس. بعد هم اومد عربی صحبت کنه که باور کنید قبل از ما خود رژیم گفت، خود این آدمای رژیم گفتن که بابا تو اصلا آبروی تمام مملکت رو بردی، همون نظامشون، مملکت که اصلا ربطی نداره. اصلا تو خود رژیم گفتن که خوب بود متن ایشان را یک استاد عربی قبلا اعراب گذاری می‌کرد. 50 کلمه 50 جمله گفته، 40 جملهش غلطه. دیدید دیگه تو این شبکه‌های اجتماعی غلطای اینو گفتن. کوتاه هم نمیاد. قشنگ انگار که داره فصل صحبت می‌کنه. اجازه بده اگر موافق باشی بابک، فیلمش آماده است، فیلمش رو ببینیم بعد صحبت. من چند بار دیدم ولی خالی از چیز. الامریکیه جریمة كبرى باغتيال الشهيدين لجبهة الإرهاب التكفيري، فإن الأمريكيين لا يجلب السلام والأمن للشعوب المنطقة فحسب، إنما كانوا العامل الرئيس للانفلات الأمني. وهنا أرغب أن أشدد على دور ودعم دول المنطقة لاستقرار وأمن العراق. بله فکر کنم همین یه ذره غلط غلط بود. کفایت دیگه. من نمیدونم چه اصراری داره که خب بلد نیستی صحبت نکن. بگو من حتی فارسی هم من بلد نیستم. فارسی هم که دیدی الان از روز که رئیس جمهور شده فقط هر دفعه صحبت میکنه شده موضوع طنز. البته انگلیسی حرف زدنش هم قابل توجه، همین امیر عبدالله. بله عربیشی که دیدیم انگلیسی هم معلوم. تازه این در رزومه این گفتن که به زبان عربی مسلط، انگلیسی مسلط نیست. دیگه در نظر بگی که زبان انگلیسی چیه که تازه اون مسلط است. بله من خلاصه کنم، امیر عبداللهیان اگه وقت شد یه بار بهش میپردازیم. در همین حد بگم که دست شما رو برای پیک شادی پر میکنه. هیچ ماده‌ای ندارد این پاسدار تروریست، فقط یک کیس ثابتی رو باید براش بذارید چون از این کارها خواهد کرد و کوتاه هم نمیاد. خوبیش اینه که از شعور و عقلم که پیاده است، به کسی هم که پاسخگویی نداره میادم از این دست شما پر خواهد شد. بله. وزیر دوم یک شبه گوریلی است به نام رستم قاسمی. بله. رستم قاسمی در دور دوم احمدی نژاد، دیدی دوره دهم ریاست جمهوری رژیم، وزیر نفت شده. این پاسدار اصلا پاسدار سرتیپه، فوق تخصص جنایت رو تو سپاه داره، فوق تخصص غارت رو تو قرارگاه ضد خاتمی، یعنی دیگه تاپه به لحاظ مدیریتی و ولایی. دیگه هرچه خوبان هرچه ناپاکان همه دارن این یک جا داره. هم دوره تخصص سپاه داره جنایت، هم غارتگری ضد خاتم. شاهکارش هم که هنوز کسی نتونه رکوردشو بزنه، غیب کردن یه دکل نفتی وسط دریاست. دکل نفتی خودش شهرکیه، هنوزم پیدا نشده بعد از 7-8 سال. حالا این رژیمی که وزارت اطلاعاتش میگه ببینید پرنده پر بزنه من میفهمم، دکل پیدا نکرده کجا رفته، گم شد. میگن گم. بله گم شده. ایشون یک اشتهایی دارن در حد خوردن دکل. چهرهشون هم میخوره این اشتها. بله چهرهشون که واقعا انقدر این آدم بیقرار وزارت نفته که آمده بود این دفعه خود برنامه‌هاشو برای وزارت راه بگه. میگه مثلا براشون فرق، چون برنامه‌ای که ندارن، مثلا وزارت خونه براشون مهم نیست، اینا یه جا باشن بچاپن. بله. هی اون آدمای بالایی بهش میگفتن تو وزیر راهی، این میگه برنامه برای وزارت نفت میدم. یعنی حتی در ضمیر ناخودآگاه خودش هم نمیتونه فرض کنه جای جز وزارت نفت هم میشه چپاول کرد. اینا فیلمش هست، بذار فیلمش رو ببینیم. اینم خوبه. وزارت نفت با برنامه زمانبندی به مسئولین وزارت ابلاغ خواهم کرد که این را در واقع با یک زمانبندی مشخص اعلام کنند، از جمله ایجاد بانک زمین و موارد مختلف. 10 فرمانی است که روز شنبه به وزارت نفت با برنامه زمانبندی ابلاغ کنند. خیلی ممنون. بله همه بسیج شده بودن بگن بابا تو وزارت نفت نیستی. رئیسی هم میگه 10 تا فرمان، اینم میگه 10 تا فرمان. تا حالا 10 تا 100 تا. ادوی وزیر هم میگه 10 تا. این 10 فرمان هم مده دیگه الان. حالا دیدید دیگه هر کارش میکنن بهش میگن از وزارت نفت کوتاه نمیاد، چون وزارت نفت تو چپاول درجهش بالا. دکل همینجوری. یه نکته هم از این بگم اگه وقت داریم، چون اینم خودش برنامه مفصل میطلبه. رستم قاسمی این یه روزی تو اون موقع که وزیر نفت بود ادعا کرد من مردمی ترین وزیر کابینه‌ام. گفتن چرا؟
گفت من در حالی که با مبدل با لباس مبدل و ناشناس سوار تاکسی شدم، حالا نمیدونم مگه خدا چند تا موجود مثل رستم قاسمی بله. خلق کرده که اینو نشه شناخت. به زحمت قابل تغییر قیافه دادن اون چهره. سوار تاکسی شدم، به راننده تاکسی گفتم اوضاع بنزین چطوره، که آقا اینو گفتم جرقه شد دیگه، هر چه فوش دهنش در اومد به وزیر نفت داد، فوشایی که نمیتونم بگم. 7 جد و آباد منو به روی خودم آورد. این شاخص مردمی بودنه. رفقاش گفتن خودتو لوس نکن، اگه بنا به فوش خوردن آبدار و از اون فوشایی که نمیشه گفت و جد و آباد باشه که خود مقام عضو رکورد داره که همین الان تو برو تو خیابون یه چیزی بگو، ببین جد و آباد مقام عضو رو میارن جلوی چشش، برق میره با جد و آباد مقام عضو، آب قطع میشه. گفتن نمیخواد از این چیزا خرج کنه. اگه شاخص مردمی بودن این فوش خوردن و خشم مردمه، این پاتو از توی کفش مقام عضو بکش. این کابینه و این رئیس جمهور از این بعد دست شما رو در پیکیشان پر خواهد کرد و هر روز یکی از این اعضای کابینه رو میشه آورد تو پیکیشان. چون اینقدر دست پره که دیگه کاملا همه رو میشه آورد. تشکر میکنم بابک ازت به خاطر شرکت تو گفتگوی امروزمون.